گداریا رادیو تزش مسکو دکن سلاف و دمو و بخیر گدارین دلال رادیو تزه اند کارن ببین تور اینترنت بوی ناونی شانه مالپر ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه 23 آداریه گداریا دنگو باسین گرینگ ین به هفته بکن پلکفتا سری سالی یا نویا کردی و دستپیکا دما بهاری 20 آداری ایوال الهوریر یا پایتخت و باجارو کن هریم کردستانی آگری نوروزی هات هل کردن کرکوکی جی بهل کردن آگری نوروزی و هلدان آلا یا کردستانی تکسل سر کردستانی بون یا بی باجاری هات کردن الرجلات و رجوا و باکوری کردستان جی هل کردن یا آگری نوروزی و سالا نویا کردی هات بیروز کردن و بیام آگری نوروز گیاند دوست و دشمنان و توایا جهانی در وی ولات جی روان دی کرد پرکردن جشن نوروزی آهنگ گران و نوروز هف بیروز کردن کمارا چیکیل کلها هفلیری 11مین فستیوال هفلیری یابناوی آزادی و نوروز ساز کردن فستیوالی دا کردی رجوع کردستانی رولک گرنگ خواه گرتن هیام 4 روزان مراسم پیشوازی نوروز الباجار و گندن رجلات کردستانی دست بکره بون ولات بچلو برگن کردی و الگوری کلتورا رسنا کردی مراسم خواه انجام دادن خلق گودن سرودان و آوازن نشتیمانی دادور آگر کن بون و کیف و شایان دارخستن الگند چلال نوچه سرشیوا میوانی ری و رسم میرمیرین بریوا چو میرمیرین ری و رسم که کهونه کد نوروزان دا بریوا دچه دری و رسمان دا آواز و سرود خواندن و ولاتی دیلانت گرینن جشن نتوایی کردستانی نوروز الباجارین آمد اوانی یه باکوری کردستانی بدون مراسم مزن پیروزبایا جشن نوروزی بریوا چون هر دو باجاران 300,000 کس بشداری مراسمش بو پیروزبایین جشن نوروزی بون روز 23 آداری هش دستپیکو سبایی و خلق آمدی در قاد پیروزبایا جشن نوروزی و کتن ری و حتی دان نیورو 300,000 کس القاد نوروز الهفجویان آلین کردستانی نوروز ایسا دستین هزاران حوالتیان دا بون نوروز آمدی در سروکا پارتی دموکراتیک یا گلان پروین بولدان هف سروکی کنگری جواکا دموکراتیک بدران استور سروکی گیشتی پلتفرم دموکراتین کرد سرتاج بوجاک سروکی گیشتی پارتی کمونیستی یا کردستانی سروکی پارتی دموکرات کردستانی ترکیه و اروا اندامی کمیتی آمده کریا نوروزی و هف سروکی شاخه DPP آمده بون و دسپیکا مراسم دا گوتار خواندن مراسم دا اروا گوتار هف سروکی بری گرتی DP صلاح الدین دمیرتاشی هات خواندن هروا الباجوری وانیجی کد که هریم سرحد باکوری کردستانی مراسم که مزنج بو پیروزبایا جشن نوروزی هاتل دارخستن مراسم و نوروز وانیل بنکلا دیروکی یا وانی و شپارکا چاندی یا بی باجاری بریواچو و هفسروکی گیشتی هدبی سزای تمالی و سروکی پارتی انسان و آزادیان محمد کاماچ دهنگی دا بشدار بون و گوتاری خواه پیشکش کرن برپرسن هدبی و بریوبرین پارتی کردستانی نوروز و گلین کردستانی پیروز کرن دخواز خواهین آزادی ماف آشتی و براتی گیاندن دا هنگ نوروزی دا 268 روزنامه‌وان دخواز اکریدیتاسیونی کرده بود. مراسم پیروزبایی نوروزی یل آمد اوانی دا چند هنرمند استران بیش و کمین موزیک بشدار بون و بشداروان را موزیک استرانین کردی پیشکش کردن. گل استرانین وانین گالری هزار بشداروان گویند کردن. تیویکو گروپین جگدارین سرب اپوزیسیون سوری و ایسال جشن نوروز الهریم افرین یا رجوع کردستانی قدغه کردن باسکی سیاسی اپوزیسیون کوک ائتلاف اپوزیسیون سوری تناس کردن پلکفتا جشن نوروز داخلینک بلاف کریه و تدا پیروزبایی گلی کردی رجوع کردستانی رو توایل گلی سوری دکه او دبیجه نوروز جشن آشتی و آزادیه که اوجی آرماجین گلی سوریه باسکی سیاسی اپوزیسیون سوری تکز دکه جمافی همو پکاتاین سوریه که کلتور بیر و باوری خواب پارزن و همود نو ولاته که پر نتبیدا بشین ریبریا که ترکیه اپوزیسیون سوری الافرینی آوا کرده بری چند روزان بریا رو قدغه کردن همو جورین چالاکینش با پیروز کردن جشن نوروزی دا بو هریم افرینی زیده 30 ساله که کد بن کنترل ارتش ترکیه و گروپ جگدار ین اپوزیسیون سوری دای او زیده 300,000 کس شخاب وی هریم رجوع کردستان جواری خو کوچبر بونه و جیوان عرب و ترکمنین نوچه دنین سوری هاتنه بجی کردن افرین دروج 18 آدر 2018 دا کتبن دست ارتش ترکی و گروپ جگدار این اپوزیسیون سوریه داخلین پیروزباین نوروز شهر عالی جیانی و گیشتن رایا گیشتی
سروکی پارتی لیبوریستان یا انگلیستانی جیریمی کوربین داخینیا پیروز بایا نوروزی دا سپاسی خو گیاندن کردن انگلیستانی راپوروان ترکیه پارلمانتوی اروپا کارتی پیری دخواز سالک آشتیانه او آرام کرد. سکرتاری گیشت یه نتوان یگرتی آنتونیو گوتیرس دست نشان کرد که 300 میلیون زیاده تر مروف پیروز بایا نوروزی دکن او آنیزمان که افدوی پشگریا خویا بو آشتی مافین مروف نرخن مرواتی جرکدن بینن سوان. دیالوگی ریزداریا برنبری هفدو پاراستان جانمه بدن پیش. کنسولخانه ولاتن در و ین هفلیری تا کنت خواهین تویتری او میدیا جواکی دا جشن نوروز کردستانی پیروز کردن. نونری بری سروک آمریکا یه تفپیمانیان نادولتی داشتی دایشی دا بریت مارک گیکر سر حساب خواهی تویتری پیامک بلاف کرد پیامی دا جشن نوروز خلق باشور و رجوای کردستانی پیروز دکه او دبیجه جیان همو دینداری گلی کردن. سروک مسعود بارزانی پلکرتا جشن نوروزی پیامک بلاف کرد. او دیتا راگیاند که نها گناه کی دن جان گلی کردستانی دهیه. سروک بارزانی گفت نوروز جبو گلی کردستانی هردم مزگنیا دسپیک کی نو او هویه که نو او سرکفتن سرستیم کاران او دجوریان دابویه. سروک بارزانی هوی کرد که نوروز ای سال به دسپیک جبو بختواری همو خلق کردستانی او هوی کرد و نوروز و همو جشن دنجی بشادی او بختواری دا پیروز بکن. سرک وزیر هریم کردستانی نیچیروان بارزانی پیامی که دا بو نهاتنا جشن نوروزی و سرسال کردی را گیاند. هیویدارم گش و خوشی بسردل یک بیکی ولاتین کردستانی دا جیواره و بسردوز میا سیاسی و رفش آبوری و جواکی و همو رین دن ین جیانمه و خوشی دا رنگ وده. نیچیروان بارزانی تکزده که مرجمه اوه که کردستان بسرب که و مریه که دور و دریج در باز کریه و کم مایه. گل قربانی دانه و دوی بگیجن روژخا اف چاوان که شخارا بختواری دخوازن شخاق دن راجی امهیوی دکن تایبتیش بو گل ایراقی برا. سرک وزیری هریم کردستانی پیام خودت بیشه بندا وی روژی نکوچه و ساندن گل کرد تمامی را بسته و همو عالی بمافداری یکسانی براتی و تبایی بشین. سرکمر ترکیه رجب طیب اردوغان سر حساب خواهی تویتر بزمانی کردی جشن نوروزی پیروز کرد. اردوغان پیام خود دیار کردیه جشن نوروزی که مزگنی هاتنا بهاری داده مجبور ما همو جدایان شولی را دکه. از جشن نوروزی یا کتی وطای خودی در کتنا با شروش و پیشروش ما یادنا و یکتی و پهورابونه دا پیروز دکن. اوی هروا دیار کرد از هیویدارم که جشن برکت نوروز بو ملت ما عزیز دا خوشی و باشی بینه و همو همبالاتین خواب دلکی گرم سلاف دکن. جعفر شیخ مصطفی اندام مکتب سیاسی یا یکتیان اجتماعی کردستانی راگیاند. ام رازی نینش کار کردن کسی نونتی ینکی دکن متیدا. چمکه حیانا دیاره وک بدوی ارکین خواه انجام بدن. اوی یکی جی پیوندی پارت یا دموکرات کردستانی و نینه لی پیوندی بخراب کار کردن نونتی ینکی و هیه. اوی هر واقعود جی مدویت حکمت دا هف بشک یا رستقینه بن. اولگور انجام بجارتن مافی پارت دموکرات کردستانی هی که هنک وزارت هنه جید دسلا داوی دابن. اما جب یکی جگر کن نابیین که تا آریشین چه بکه سر بکنی نه حکمتی. 28 سال برینها خلق کرکوک الدجی دزگه استمکار یا رژیم باسی سری هلدان و باجار خال باسیان باقش کرن. پشتی و یکی جارک دنش آلی رژیم باسی و کرکوکات داگر کرن. نها جی باجار کرکوک الجیر حکم لشکری دانه. پشتی رزگار کرن پرانی آخو باشوری کردستانی دستی رژیم باسی سرهلدان 1991 بیستی آدار خلق کرکوک پشتوانیا هزین پشمرگه باسیش باجار خود درخستن و کرکوک تاجی آسر کفتن خست سرسری خواه. پشتی چند سال اندریش زورداریا باسی دجی گلی کرد بیستی آدارا 1991 آگری نوروزی و سرکفتن گلی کرد کرکوکی هات هل کرن. پارتین کردستانی الهف کرن کد ایوارد روژا بیستی آداری دا سال نو یا کردی هروا بیرانینا سال دگیرا سرهلدان سال 1991 دجی رژیم باسا ایراقی آگری نوروزی و بلند کرن آل کردستانی باجاری کرکوکی پیروز بکن. مصل یا ایراقی گمی کسر جمع دجله ورگریا و دنجام بیاری دا 8 کس خانقین. جدرین هریمی رادگین کد گمی دا قصد 100 کس هبونه و پرانیا وان جن ازارو بونه. اف گمی بو گرا توریستیک یا نوروزی دچو گراوا را بیان. کردستان ایراقی دیار دکه گوشست و 7 کس جمع دجله بساقی هاتنه درخستن. افیسر راگیاندن یا سرک وزیر ایراقی راگیاند که عبدالمهدی سر بیار مصلی فرمان لیکولینی دایه و خواسته کد 24 ساعتان دا
سدم و بویاری ور اشکال کردن هرمی قبوت نگرینی دومن عبدالمحیطی فرمان دایه که همو شیان دولتش بو لگرین و رزگار کردن قربانیان ورن کارانین هرو عبدالمحیطیش بو مالبت قربانیین بویار مسلی سرساخی خواستیه لیراقیش بروی بویاری سیر و جانشین هاته راگیاندن چارشم 20 آدار فرمانگه جفقانین آوی یا مسلی جبر وکرنا درین بندا و مسلی هشیاری دا بولی بلی اداره گرو گشتیاری گوی ندایه هشیارین فرمانگه سروک برزانی پیامه که سرساخیا مالبت قربانیین بویار یا مسلی خواست کل مسلی کمیه که سرچمی دجله ورگری و زیدتری هشتی که سال جیان خوش دستان تیو بوری هات راگیاند گشتن ین راست رازنامه هفلیر او دیاربکری دا جاره کردن دی دست ببکه بوی هلکفتی جی جشت نوروز دیاربکری بو دو جشن ریببری فروکخانه یا دیاربکری را گیاند جبیسیه که آداری بریار دست بکرنا گشت ین ازمانی نامبر دیاربکر او هفلیری دست بده او تفتی دا 3 گشت ده هبن شود شبان بهری لشنگالی و نزدیک سینوری عراق سوری نامرا هزین یبشه و هزین ارتش عراقی دا شر در کتب و دوی شهری دا 2 شروان یبشه هاتو بون کشتن و 3 شروان جبرین دار بون هر وقت همین شهری دا سربازکی ارتش عراقی جی هاتو بون کشتن و سربازک برین دار بون گور زانیارین شرم شهر و پیفچونان دا هر وقت اتومبیل که هزین یبشه و 2 اتومبیل لشکری ارتش عراقی گل جوری حامل شوتین چفکانی را گیاندن یا شهر یا عراقی داخلی که دارا گیاند شود شما بهری هزه که پککی چو ریبند که فرمانداری اپراسیون نینی و نوچهت برکی یا نزدیکی باجارو که سنونی قضای شنگالی او دخواست کرد نابرا سینوری روژاوا او باشور چوین هاتنه بکن لی اوان ری نداوی هزه پککی او دنجامی دا شهر درکد جوات نونرین عراقی گوهاشی دقصر حکمتا عراقی دا که پککی شنگالی بدرخینه جگری سروک امریکا ماک پنس پیوندی که تلفنی دالگل سرکوزیر عراق عادل عبدالمحیدی عراقیان دیه که واشنگتن دی پشتوانیا عراق بکه جبوش نبرنا یک جاری یا دایشه او باشکرنا رفشا ازیدیان و مسیحیان ماک پنس تویته که عراقیان دیه که وید پیوندی تلفنی دا سپاسیا عادل عبدالمحیدی کریه جبر پشتوانیا وی یا بهش بو هفکاریات دا بر امریکا او گل عراقی دا جگری سروک امریکا تبیشه امریکا دیل کلک عراقی بهش بو جنبرنا یک جاری یا دایشه و اروا آلی کار کردن بکاتاین مسیح و ازیدیان که ناچین وان بین آواکرن و جشر و ترور چند سالین بوری رزگار بکن. ترکیه و باکوری کردستانش 5000 زیادتر کس جبو که ایزولاسیون سر ریبری پککی عبدالله و جلان وره را کرن دگریوا برچی بونه دانه گرتیه که بنامی زلکوف گزند گرتی که تکتاقی داشت جبو پروتست کرده رفشی داوی الجیان خانی مالبتا گزر و پارلمانتارین هدبی را گیاندن که نخوازن تکش جانی خوش دست بده و بانک لرایدر حکومت ترکیه کرد کاریا هفدیدن بو جلان را وره بکرن هفتیا بوریل باجوری آمده هزین پولیس دستوردان دمشاهده بکرن و نابر هر دو آلیان دا آلوزی درکد جبر دستوردان پلیس خواپیشندان هدبیان که دخواستن هرن سرگورا زلکوفگزنی که کتب و گریوا برچیبون و جانی خوش دست دابو لی پولیسان ریلوان گرتن پولیسین ترک با وصار و گازا روندکرش دستوردان المشاهده بیان کرن و خلقی که کم ببون پشتی دستوردان هزین پولیس نچار من که بلا ببه پارلمانتار هدبی یا چولمیر که لیلا گووند هشتی مجدار 2018 دا دست گریوا برچیبونی کرده بو گووند سی روزان زیده ترکات گریوی دایه. گل لیلا گوینه هین پارلمانتارن هدبی جید ناف دا لسد 20 گرتی گن 5305 کس گریوا برچی بونه دانه. الگوری را گیاندن مالبتن گرتیان رفشتن درستیا هنه گرتیان گریوی دانه بربخراوی بوده چه. دخوازا گرتی مالبت و رایدرن هدبی اوه که ایزولاسیال سر و جلان وره را کرن لی هنجیش آلی حکمتی و تگاف نهادی آویدن. 18 آذر 2018 سالک سر کنترل کنه هریم افرین یا روجوای کردستانی جالین هزین ارتش ترکیه و گروپین جگداری اپوزیسیون سوری را در باز بود. تریجای و دمی کلک بن پیکرن زحمتی و زیان گیشتن ولاتین سیویل یه هریم کردستان روجوای کردستانی که حتی نه آرمان جو کریارین تندن جالی هزین ارتش ترکیه و گروپین جگداری اپوزیسیون سوری و راپورت نتوان یک بوی یا که درباره رفش افرین دا دیار دکه که تخمین جی باوری نشانی بوی که
کردن که بهتریش 5 گروپین چکدار افرین و در دوری هنه. راپورت نتوان یک بوی بحثا هبون و بپکرن مزن هریم و افرین دکه جوانجی رواندنش علی گروپین چکدار و تاوانکاران و دزیا برهمن زیتون خلقی که جفکانیا دبارا جیانا گلک بولاتیانه. روز 20 چلی 2018 ارتش ترکیه و گروپین چکدار ین اپوزیسیون سوری اپراسیون بناوی چقلی زیتون دجی هریم و افرین یا روجوی کردستانی دابونه دست بکرن. دوی یریش دا ارتش آزاد یا سوری هزین متال فرات و گل گروپین چکدار بشدار بون. حکمت ترکیه را گیان که افشار یکینان پاراستنان گرده که دنجامی دا ویرانیه که مزن گیشته نوچین هریم افرینی شبلبل شیعی شران شراوا جندرسی رایچو مابتا حتی نوند باجار افرینی برنبری وی دستوردار ترکی حکمت سوری تفکر شالی لشکری و نکر هزین روسی جی که بشک جوان به هریمی بون روز 20 چلی 2018 جوی داری در کتد جالی خوب یه پکی راگیان که هبون آوان به هرمی تکیف سر اولای ترکیه چی نکره بو. پشتی 5-8 روزان شتر و یریشان که همون آفچین به هرمی کتن دستی هزید یریشکار روز 18 آدار 2018 نوبنده باجاری افرینی جی کت جیر کنترول گروپین چکدار ین اپوزیسیونل دیان هزین ارتش ترکیه. الگوری زانیاریان گروپین چکدار افرینی کریورین کشتن گرتن رواندن طالان کرن و دزی را دبن. هر و دست دادین سرکارگی دار مال و ملکن ولاتین و زوری باجی جوان دستینین و پرین گلک سرگرتیان دستینین که وان سربست بردن. گوری دخینی ریوبری خاصر یا افرینی دنجام شهر افرینی دا 820 شروان و 500 ولاتین سیویل جیان خوش دستان و 1030 کس بریندار بون. بهترش 350,000 ولاتین سیویل افرینی و برب نوچین با کوری حلبی با کوچ بر بون. سالکی و حتی ناجواک و نو دولتیش بچار سرکنا رفشا هریم و افرینی و کوچ برن بی تا گاوین برب جف نهاویدنه. پشتی داگر کردن افرین جالی ارتش ترکیه و گروپی چکدار و ای سال آهنگ بخستن آگر و پیروز کردن جشن نوروز هات قدغه کردن. در کتن آوی داخینی پشتی وی یکیت ده چند روزین بری دا هین داخینی که بنوی 7 انجمن سیویلین افرین و نافچین هات بو بلاف کردن ده دا جشن نوروز الگل کرد و افرین هات بو پیروز کردن. گور زانیاریان پشتی در کتن داخینی پیروز بایا نوروز استخبارات ترکیه اف داخینی رد کرد و هر جور آهنگ و پیروز بایا نوروز قدغه کردن. الباجاری قوم شلویی روجوای کردستانی هجمار که شاگردن دبستان ین خلق افرینی پیشا آویا نتوین یک بوی دست خو پیشاندان کرن و تدا نرازی بون خو درباره رفشابی باجاری نشاندان خو پیشانداران لوزدون کو ویناین باجاری افرینی بتایبتی ویناین قربانین یریش ارتش ترکیه و چکدارین اپوزیسیون سوریه نشاندان بردارین خو پیشاندان دا تکزیل سر کردستانی بون هریم افرینی کرن و دخواست کرن که هزین ترکیه و گروپین چکدار ین اپوزیسیون سوریه جوی هریمی درکبن اپراسیون کنترل با خوزی در دوامه. هفته بوری شرط چه بود و هزین سوری دموکراتیک در بازی نو کامپا چکدارین دایشی بود و گیشت نوینده کامپی. هزین سوری دموکراتیک اپراسیون داوی یادش دایشی دا پیش داده چند. گور آماران شهر داوی داد 94 چکدارین دایشی هات نکشتن و 7 جوان خواه کش بون. هر وای 11 شروان هستیجی جان خوش دست دانه. دو اپراسیون داوی بون هبون آلشکری یا دایشی دا چکدارین روی رخستن قاده که بچوکته هاتنه دور بچ کردن. شروان که هزین سوری دموکراتیک بیشه پرانیو چکدارین دایشی هات نکشتن و بشه که مزه جوان چکدارین مایشی بریندار بونه و ایدی او نکارن و کبری برخواه بدن. مجرا آوا کردن دادگاه که نادولتیش بود دادگاه کردن چکدارین دایشی تی گوتو پیش کردن. اندامی که پولیت بیرو پدکی یا سوری دخواست دکه که کمپک تایبت دبن چفدریا نادولتی شفجین و زاروکین دایشی را به آوا کردن که نهال روجوای کردستانی نه. شالی خواب ریوبری خاصیت بشه و بری گلک جران دخواست کرده بو که چکدارین بیانی ین دایشی توی محبت خواب بو ولات خواب بینه و گراندن لی ولات دوان اف قبول نکرنه. نه اف مجرد تی گوتو پیش کردن و یک پیشنهادی مزراندن دادگاه که نادولتی بود دادگاه کردن وان کسان که اندامین دایشی بون. نه پایتخت هری مزن بس کامپ هولی یا گریدای هسته که روجوای کردستانی دیگرن. بر پس این کامپی دیجن هجبار کس نوی کامپی گیشتی نزدیک 65,000 کسان که پرانیا وان جن زاروکین چکدارین دایشی نه. ارتش ترکیه برمانجا زده کردن لشکری خواهی نوا خاصوری دا کاروان که دن یا لشکری اشهاتای دری کرخانی را در بازی لی بکر. کاروان لشکریش چکین کران اتومبیلین با
پارلگر و تقابونی پیک داد. انیو النصر دست پیکو ایسال پشتی شرکت هنگ گروپین اپوزیسیونی کنترل خال سر ادلیبی فرکر بو. دی گوتجی پشتی هواننگی ترکیه و روسیه ینگیریشن سر النصر ترکیه دخوازل ادلیب خوش نو و بریک بخه. گور رکفتنا سوچ یادن برام مسکو و انقره 12 خالین چپدیری ادلیب دانینه. وزیر نوخوی ترکیه سلیمان سویلو تکزده که آمریکا PKK دژی ترکیه بکارتینه. سلیمان سویلو چرچوب کامپانی نبجارتنه دا سردنا باجاروک دهی و بربری یا بسر سرتکر او را گیاند. یا که PKK بریواده به آمریکا یا آمریکاش بکو ترکیه نبه ولاتا که پیس PKK بکارتینه. وزیر نوخوی جاره کدن رخنل هدپی جی گرد و دازانین که PKK پرازگه هدپی و دوی ولاتی دنگ خواه ندن هدپی. ترکیه لباجار İzmir و دنید 22 ریبر و آلیگرن پارتی دموکراتیک یا گلان هاتن بنچف کرن. سردوزگری کماری یا ادنه بسبب که پروپاگاند PKK کرنه فرمان دست سرکنان 12 کسان نو وان هفسروک ادنه یه دپی گل سرن ترهان جهیت. دنجام اپراسیون آسایش دگل هفسروک ادنه یه دپی 12 اندام و ریبرن هدپی هاتن دست سرکنن. هر و پلیس هم سر آوین هدپی ین ادنه و باجاروک سیان دجگرتد اولیگرین کرن. باجار İzmir سر فرمانو سردوزگری دکس بسبب که پیوندی وان PKK و کچکی رهنه هاتن دست سر کرن. باجاری وانی جی دنجام و سردگرتن مالان داد 23 کش آلی هزین ابلکاری و هاتن دست سر کرن. هزین ریدوی ریبری ابلکاری وانی سری سبیت همندمی دا یریج برن سر هجمارا که مالان و اندام پارتی دموکراتیک یا گلان کملا مافی مروان و کنفدراسیون کتکارن جواکی هاتن دست سر کرن. هفسرو که رخستن هدپی وانی و مدده دازانین که پرانیا کسین دست سر کری ریبرین وانن. ایران، سوریه و عراق رکفتن سربکرن و ریک هشکای بوگریدان تهران دمشق و کبناف آخا عراقی را ببوره. روزنامه اوکاس یا سعودی بلاف کرد که کمبون یا سپاسلار ین هر سوالاتان دار رکفتن سربکرن ریک یا هشکای نابر تهران و دمشق دا کبناف آخا عراقی را ببوره. لگور زانیاریان اوری دناف دور دشتانینی و شنگالی و بشک دور ینش دسلاتا یا حریم کردستانی راجی دبوره. فروکین شهرین ترکیه جای قندیل نزدیکی جیک که بریاره با هنگ نوروز لی بگره و هجماره که گند بمب بران کرن. هات زانین بیستی آداری دانسته فروکین شهرین ترکیه از مانا جای قندیل گریان او چند نافچه بمب بران کرن. او نای زانین چه زیانش انجام بمب برانی دا درکتنه. الگور هجماره کش گندین جای قندیل بمب بران نزدیکی گند ایویس ایندزی به پالان زارگلی او بوگریسکانی انجام دان. گوتنا گندیان چه زیانین مزن انجام بمب بارانین دبول لیترس خسته دل خلقی که تایپت که بریار هبو اهنگ نوروز بناتر جای قندیل بریوا بچونا. دنگ و بحثین جیانی روز دوشنبه بازار اوترخت یه هلندی یریش که چکداری چه بو او تی دو سه کسان جیان خوش دست دان و نکش جبرین دار بون. گمانباری یریش چکداری یا هلندی گکمان تایی شاد گرتن. گکمان تانیش 37 سالی اب اصلی خواه ترک اوش بازار یوزگاتیه. شهردار اوترخت دجیوینا چپمنیه کد گل بردف که دوزگر و پلیس انساسکری دا راگیاند که چکمان تانیش هاتیه گرتن. شهردار اوترخت دستنشان کرد که سدما یریش چکداری هیجی ندیاره. باجاری بیرمینگم یا انگلیستان 5 مزگفت بونه آرمانجا یریشان. گورنوچه BBC باجاری بیرمینگم بربسبه گلیک بگیشت پولیسی و هاتیه دیار کرد که کسک ببر پنجره مزگفتان دشکنه. پشتی دمه که دیسا گلی گیشت پولیس که دبر اردینگتون یریشک پمن نوایی هاتیه انجام دان. وزیر نوخوایی انگلیستانی اف یریش بیریشن دلگرانی بناف کرن. لموسکوی بسالبگره 50 یا بیاکبونا روسیا و کریمی دا چالاکی هاتن درخستن او پیکاتای تاتارشی بشداری چالاکیان بو. همو تاتارین کریمی بسبب که دیامین شهریجیانی دا دژی سوویت هفکاری فاشیستا را کرنه هاتبون سرگون کرن و تنی پشتی نمان سوویتی کاربون بگرن کریمی. 5 سال بری 16 آداری کمرا کریمی که دنو اوکراینی دا کمرک اتونوم بو بریو رفرندومی سرخوبون خوراگیاند و پاشجی بروسیای را بو یک. اوکراینا دولت اروپا و آمریکا حتی کریم وکه پرچه روسیه نابینن و بنری نوان روسیا کریم داگر کریه. پرانیا روسان بیاکبونا کریم وکی دابینگرن اولی روسیا ناز دکن. اونجی اوگره وی الجیخا یه دیروکی.
ناکوکی نبرد ترکیه آمریکای سرمجرد سوریه بردوانن. هرچند دمکه کش بو کمپانی هلبجارتن حکمت ترکیه نخوازه که مجار دروشویت گرم ببجی لیبلی آلی نزدیک حکمت دبیجن آمریکا دخوازه ترکیه لواز بکه او ناکوکین هر دو آلیان جی دی کورتر بن. گوتو بیشن انقره و واشنگتن لیسه دور آرام سوری جیکی آسیبانه که ترکیه دخوازه دور آرام بن کنترل انقره دابه لیه پیمانی کردی واشنگتنی ویه که قبول ناکه. کشکاس بیشی دخوازه ریه جرسری یا نواندی ببینه. دوان مهین داویدا هم رایدرین آمریکی و ترکیه و کمیسیون هبشین هر دو ولاتون چند جوینان بو جرسرکنن ناکوکیان پیکانینه لی بلی پرانیا وان جوینان حتی نواجی بی انجام مانه. سر فرمانداری سربازی آمریکای جوزف دونفورد سر آلوزیا کرینا موشکن از 400 روسی جالی ترکیه و داخلی دابو. دونفورد آنیزمان که باور دی چاره سرکش بو وی آلوزیا واره پیدا کرن لی مجار گلک زحمت او تبل هبه. اویل سرپرس آژانس رویترز گل آمریکا دکاره فروتن آفریکین FC5 بو ترکیه را وستینه دیار کرد که بریار ندستی ویدوی لی باوره که گلک زحمت از 400 و FC5 همین دمیدال ترکیه هبن. جگر وزیر بروانی آمریکای دیار کرد بو که از 400 کامپیوتر FC5 کامپیوتر و نکارن کامپیوتر دشمن و گریبتن. سازیا استخبارات یا گریدای سروکی ونزوئلا نیکولاس مادورو به دفکی بری رکبری خوان گوایدو دست سر کرد. گوایدو سر دست سر کردن به دفکی وی روبرتو ماریرو دیار کرد که قلسیه. یک جرو بری رکبری سرجیو ورگیر جی دازانی که خبرکار استخبارات سرمالا وی داگرتن و آجوانی وی دست سر کردن. گوایدو دژی رژیم مادورو خوک سروکی دمکی یه ونزوئلا را گیانده بود. آمریکا و بخواسی 5 دولت دن لنبر مادورو بشگری دادن گوایدو. داری نجا اوابو وشتنا دنگو بس نکتی شهر 4% کردستانی و کردین دیاسپورای هروا نو چینون توی جاره کردن دی سال سروی نو نشانی امی راستی هبین اما دکار و ریوبر و دنگو بس نو یا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتی وشتنا نو بمینت نو خیر و خوشیه دا